میراژ فرانسوی اجاره داده شده به عراق حرکت خودشون رو برای انهدام یکی از سکوهای نفتی ما در جنوب آغاز کردن. تنها محافظ سکوی نفتی ما یک سربند جنگنده فانتوم F4E ایرانی بود که حاضر به ترک منطقه هم نبود. میراژ فرانسوی به فرماندهی سروان اهلان اهل عربستان سعودی قصد خودش رو برای یک ابتدا شکار فانتوم ایرانی و دو انهدام سکوی نفتی ما شروع کرد. وقتی که هواپیمای میراژ سروان اهلان به نزدیکی سکوی نفتی ما رسید و هدف احتمال انهدام فانتوم ایرانی بود، یک لحظه یک موشک از قید اومد و جنگنده میراژ پیشرفته فرانسوی و از وسط رو می‌کرد. وقتی که 5 فروند لیگ عراقی این صحنه رو دیدن، یک لحظه یک هواپیمای غول‌پیکر عقاب آسمان ایران جنگنده مافوق صلح و فوق پیشرفته و تک عقاب آسمان ایران F-14 ایرانی بر فراز آسمان خلیج فارس ظاهر شد. دقیقاً صدایی که اون خلبان فرمانده لیدر اسکادران عراقی در پشت دیسیم اعلام کرد و توسط رادار نیروی هوایی و رادار نیروی زمینی ضبط شد این بود: F-14 یا الله یا الله.